بخور گرم یا بخور سرد، کدوم یکی از اینها ارجحیت داره؟ اصولا دستگاه‌های بخور برای مناطق خشک مثل مناطق مرکزی ایرانه که رطوبت نسبی معمولاً کم هست، 30-32% هست. دستگاه رطوبت سنج میزان رطوبت هوا رو نشون میده. رطوبت نسبی مناسب برای ما 45% هست. خب کی از بخور گرم استفاده کنیم؟ دستگاه‌های بخور گرم معمولاً برای 24 ساعت اول سرماخوردگی مناسبه که کمک میکنه به ریه، خلق رقیق میشه و در خارج کردن خلق به ما کمک میکنه. در مابقی مواقع این بخور سرد هست که به ما کمک میکنه. بخور سرد درمانی تره و در تمام فصول بهار، تابستان، پاییز، زمستون کاربرد داره. بخور سرد برای پوست، برای گل گیاه، برای کودکان، برای سالمندان، برای بیماری‌های آنفولانزا، سرماخوردگی، آسم و همینطور حساسیت‌ها بسیار بسیار مناسبه.